سلام دوستان، روزتون بخیر. امید نصیری هستم از نوب تو پرو. این بار با یه نرم افزار ساده دیگه در خدمت شما هستیم. این ابزار اسمش زیناکسه. ایده گرفته شده از قرص ضد استرس آلپازولامه. این قرص برای کسایی که استرس دارن توسط دکتر تجویز میشه. حالا دیگه وارد مبحث دیگه نمیشه. خب من این ابزار رو برای این ساختم که ببینیم سایتتون یا سایت مشتریاتون در زمان افزایش بازدید کننده و افزایش فعالیت بازدید کننده ها زیر بار فشار چه اتفاقی واسش میفته. آیا میتونه مدیریت کنه یا کند میشه یا غیر فعال میشه یا اصلا میزنه یه سری از کانکشن ها رو چه صحیح چه غلط بلاک میکنه. به هر حال این ابزار با اینکه ساده است ولی مکانیزم کاریش فشار نسبتا زیادی روی پردازنده سایت میاره. البته نوع یک حمله به این شکله، نوع دو به شکل فلات هستش که پکت های UDP ارسال میکنه و پهنای باند رو میگیره، اما نوع یکش فشار نسبتا زیادی به پردازنده سایت وارد میکنه. برای همین من محدودش کردم و سعی کردم سوء استفاده ازش نشه، هرچند کد باز و اوپن سورس و قابل دستکاری هستش. در کل مسئولیت استفاده از این ابزار با خودتونه. آموزش چطوری نصب کردن و اجراش رو توی یه ویدیو دیگه گفتم، ولی اینجا یه بار خلاصه توضیح میدم و کار باهاش رو ببینیم چطوریه. برای دانلود و اجرای نرم افزار زیناکس شما باید وارد گیت هاب من بشید، نوب تو پرو، و ریپوزیتوری زیناکس رو کلیک کنید. بهتره که از قبل نرم افزار گیت و پایتون رو روی سیستمتون نصب کرده باشید. در صورتی که ویندوز استفاده میکنید میتونید از فایل اگزه، یعنی همون فایل اجرایی، هم استفاده کنید. اگر از کامپایلر میخواید در واقع ابزار رو ران کنید، دیپندنسی ها یا پیش نیازهای اون ابزار با این دستور قابل نصب هستش. من خب این عذرخواهی میکنم، سرما خوردیم دیگه، هیچی دیگه اومدیم ویدیو هم داریم میگیریم. این ابزار رو از قبل دانلود کردم و از طریق CMD اجراش میکنم. حالا اگزه یا پایتونیش خیلی فرق نمیکنه، فقط اگه حتما اگزه اجرا کردید از طریق CMD از قبل وارد شده باشید، برید به آدرس بد بزنید، به خاطر اینکه اگزه وقتی دوتا کلیک میکنی برنامه پایتون وقتی به اتمام میرسه خودش اتوماتیک بسته میشه و ما اینجا خب نمیخوایم فعلا بسته بشه. از فیلتر شکن و VPN هم استفاده نکنید، توی کار ابزار اختلال ایجاد میکنه. خب یس، قبول دارم قوانین رو، ولکام. و بعدش میگه که خب شما میخواید از سرچ استرس استفاده کنید یا هیوی پکت برای فلوت کردن بندویت و همون یودی پکت ها. من صرفا الان یه لحظه دو رو میزنم که ببینیم و میگه که آدرس آی پی اون سایتی که میخوای بده و من مثلا میگم که سایت برای مثال pinggoogle.com و مثلا این آدرس آی پی اون سایتیه که من میخوام. حالا میگم پشت کلاده و اصلا داستانهای متفاوت خوشو داره و چون HTTPS هستش 443 به صورت پیش‌فرض ست شده و میگه که 10,000 تا، من میگم 100 تا فعلا بفرست. مسیج لنتش میگه مثلا 9 کیلوبایت، من میگم مثلا یه دونه، و چند هزار تا، من میگم 100 تا، و میگه 100 تا رو فرستادم. و اینجا شما با دستور پینگ، حالا اون سایتی که دارید داش تی، توی ویندوز حداقل میتونید چک کنید که ببینید این تایم چقدر افزایش پیدا میکنه. حتما هم از روی سرور باید انجام بشه، سرورهایی که دارای پهنای باند خیلی خوبی هستن. ولی اگه بخوایم از نوع روشی یک بریم، یعنی اونی که فشار رو به پا رو میاره به CPU، توی اون یکی ویدیو که به زبان انگلیسی هستش، من توی یک ماشین مجازی تستش کردم و دیدیم که CPU تا حد 30 تا 40% میره بالا
بله دام نمیشه، ولی میره بالا. یه سروری که 4 هسته است 40%ش گرفته بشه توسط این ابزار، خب خیلیه. و برای هاستینگ ها یا سرور هایی که از پردازنده اشتراکی یا منابع کمتری استفاده میکنن میتونه واقعا چالش برانگیز باشه. که توی یکی از پست هام که تو اینستاگرام و تلگرام بود به این موضوع اشاره شد که یک سایتی و متاسفانه به صورت اتفاقی، چون می‌خواستن نرم افزار تست کنم، در حال نوشتن اصلا نرم افزار بودن، تکمیل نشده بود، به مدت 6 روز دام کرد. و این یه مشکل بزرگ میتونه برای سایتی باشه که منابع کمتری داره و به خاطر همین اصلا خیلی محدودش کردم نرم افزار رو. و امیدوارم که به عنوان انتقام شخصی ازش استفاده نکنید. خب یک رو میزنم میگه که آدرس سایتت رو به صورت حالا این شکلی وارد کن. یعنی چی؟ یعنی که من مثلا اینجا میریم گوگل، بهش میگیم که آقا مثلا من یه سایت نمیدونم سایت نیوز دارم یا یه سایت خارجی هم انتخاب میکنیم که مشکل رو نخوریم. و اینم یه مثلا استرالیا کجاه؟ آره استرالیا. قبل از اینکه اینو ببینم این ایو شد، مثلا توی دنیای دیگه ای هستی. ببینم یه خورده مثلا کارز نیوز، یه خورده هم سایت های دیگر رو ببینیم، مثلا این کار نیو چاینا دات کام. این کدومش وا میشه؟ خب تو قسمت سرچ معمولا سایت ها سرچ دارن، یه چیزی تایپ کنید دیگه، مثلا تست، ببینید واکنش این بالا ها این شکلی. نگاه کنید این قسمت ها ما میخوایم همین قسمت، و همین قسمت رو میام میندازم اینجا. بهش میگم که خب دیفالت تایم ها تو 2 ثانیه است، میگم رو همون 2 ثانیه باش و ریکوست هم بذار روی 100 و میزنم، میگه 100 تا ارسال میکنم الان و شروع میکنه ارسال کردن و پاسخ در صورتی که تا 2 ثانیه بیاد اینجا می نویسه، در صورتی که طول بکشه بیشتر 2 ثانیه شروع میکنه زدن سرور does not respond. اینجا میبینید مثلا 4 ثانیه طول کشید تا پاسخ بده. خب سایت در صورتی که تو حالا یک شبکه باشید یا نزدیک به نودهای اون سایت باشید، اون کشور حداقل باشید، یه مشکلات رو ندارید و معمولا پاسخ زیر 1 ثانیه تا 1 ثانیه فوقش خواهد بود، نه اینجوری 4 ثانیه یا نه does not respond. و این شروع میکنه 100 تا زدن و پس از اتمام کار به ما یه لینک میده برای تست کردن، این که ببینیم آیا این سایت بالا هست یا نه. من اینجا ویدیو رو پاز میکنم تا این شروع کنه 100 تاشو زدن، بعد ببینیم چی میشه. خب رو به آخراشه گذاشتم، ببینید که خب طبیعتا سرور دان نمیشه. یعنی حداقل امیدوارم قطعا حالا همینطوره با 100 تا که دیگه نباید بشه. و اون سرور تستی که ما زدیم خلاصه به فنا رفته بود. و آخرش اینکه نیاز به اینترنت استیبلی دارید، همین یه حالت ADSL کفایت میکنه، چون قرار نیست اتک خاصی داده بشه. و از اینکه تمام میشه شروع میکنه برای شما یه لینک دادن که حالا میتونید به اون لینک بزنید و از طریق سایت چک هاست ببینید که اون سرور توی دنیا قابل در واقع باز شدن هست، سرویسش کار میکنه یا نه مثلا حالا اینجا کار نمیکنه، یه ایراد دیگه گرفته. ولی در صورتی که اکثرا یا همش قرمز باشه، به خصوص اگه همش قرمز باشه، یعنی شما اون سرور رو در واقع داون کردید. حالا اون سرویسش امکان داره بر اساس اینکه مثلا نات ریسپاند شده باشه، فشار زیاد اومده باشه، خود سرور قبل از اینکه بخواد خودش به مشکل بر بخوره امکان داره خود سرویس رو قطع کنه. امکان داره یعنی امکان داره مثلا اینجا سرویس HTTP برای وب قطع بشه ولی پینگ بده، سرور پینگ بده و شما این هم تست کنید معمولا که خب پینگ هم میده. ولی امکان داره که نه پینگ نده و سرور در واقع سرویسی که برای وب هم بوده اون هم کار نکنه
و اون دیگه نشون دهنده اینه که شما کلا سرور رو دچار اختلال و مشکل جدی کردید و حالا اون سایتی که ما تست کردیم متاسفانه 6 روز دان بود، 6 تا 7 روز دان بود و من بعد 7 روز تست کردم اوکی شده بود و خب این نشون دهنده چیز خوبی نیست حقیقتا، چون اصلا سایت برای ما نبوده، صرفا برای تست بوده و من دفعه های بعدی حالا باید بیشتر حواسم جمع کنم. امیدوارم شما از این ابزار برای مشتریان و سایت خودتون استفاده بهینه و درست و مفید ببرید.